شکریا بو خاکی کشور میکنم شکری صلح و شکری وحدت میکنم شکریا بو خاکی کشور میکنم شکر گویم زندگی را دایما شکر در هر لحظه جان میکنم شکر گویم زندگی را دایما شکر در هر لحظه جان میکنم شکر در هر لحظه جان میکنم تاجیکستان دولت پاینده باد چشمی بعد از روی تو برکنده باد تاجیکستان دولت پاینده باد چشمی بعد از روی تو برکنده باد تاجیکستان گنجی نایابی من است راحتی دل مهری جانانی من است تاجیکستان گنجی نایابی من است راحتی دل مهری جانانی من است راحتی دل مهری جانانی من است پرچمت باد پرافشان وطن در فضای قله‌های خشتم پرچمت باد پرافشان وطن در فضای قله‌های خشتم نامی نکوی تو باشد در جهان دایما با اعتبار و احترام نامی نکوی تو باشد در جهان دایما با اعتبار و احترام دایما با اعتبار و احترام دایما با اعتبار و احترام درود عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و در برنامه امروزه هنرمندانی بخش فرهنگی ناحیه خراسان تشریف آوردند و در این برنامه ما رو همراهی میکنن رهبر بخش فرهنگ ناحیه خراسان میرزایاروف میرزا که با هنرمندان جوان تشریف آوردند و ترانه‌های جذاب در این برنامه پیشنهادی شما خواهد گردید. یک ترانه پیشنهادی ما شد در آغاز برنامه از جانب آوازخوانی بخش فرهنگ و من درود خود را به شما میرسانم و اگر درود سلام به بیننده های تلویزیون سفینه دارید دستگاه نوارد اختیار شماست. برنامه از نام بخش فرهنگ ناحیه خراسان سلام خود را به کارمندان تلویزیون سفینه و بینندگانی که امروز ما را تماشا میکنند. چقدر که شما شاهد گشتید من قرای و مهرانگیز اعضای همین محفل می باشد که محفل دارید. بله جو استادان با این شاگردان کار میکنند. یعنی در محفل میان اشتراک میکنن اونهایی که استعداد دارن مثلا آوازی خوب دارن هنرشان خوب است با شما همکاری را ادامه میدین. همکاری میکنن. شما درباره محفل از کجا خبر یافتید و چگونه به محفل پیوستید؟ من که از خورده سرودخوانی را دوست می داشتم و استادم خالف بوری خان به من توصیه داد که در همین آزمونایی که تاجیکستان از من برگزار میگردد اشتراک بکن و من راضی شدم و از همانجا من سرودخوانی را سر کردم تا حال سرود میخوانم. صنفی چند میخوانید حالا؟ صنفی 9. صنفی 9 میخوانید. چند سال است با بخش فرهنگ همکاری داره؟ 3 سال میشه. 3 سال میشه. خب در آزمون اشتراک کردید؟ بله. خب جا گرفتید؟ نه جای افتخاری. در جمهوری؟ بله. امسال اشتراک میکنید؟ البته اشتراک میکنم امسال. از کدام نامیناسیون اشتراک کردید؟ نامیناسیون آوازخوانی انعنوی. چه سرود خواندید اونجا؟ سرود تاجیکستان.
میخواید که در آینده همین جاده رو ادامه دید؟ البته خب بعد از ختم مکتب چی تصمیم دارید؟ بعد از ختم مکتب میخوام به کنسرواتوری ملی داخل شوم. خب آفرین، خسته نباشید، تشکر زیاد. خب باز برای ما چی ترانه امروز آوردید؟ боз як суруди ин дил дар иҷрои ҷонибеки саидаҳмад пешкаш тамошобинон мегардад. مرحمت جانبی. این دل زی نگاهی گل بدن افسون شد، چشمم به جمالی نازنین مفتون شد، چشمم به جمالی نازنین مفتون شد. رنگی گلی حسنی تو ندیدم به قیاس، قیسی دلی من زی عشقی تو مجنون شد، قیسی دلی من زی عشقی تو مجنون شد. جمالی تو یقین افسون شد، از عشق گلم حیاتی من شد رنگی، از عشق دلم چنیل ها گلگون شد، از عشق گلم حیاتی من شد رنگی، از عشق دلم چنیل ها گلگون شد، از عشق دلم چنیل ها گلگون شد. عشق پری سر بینی هم در بالی، دردم چو فزون بگشت دلها خون شد، بر حسن کند حسنی دیگر دانش زن، با علم و عمل مقامی افلاطون شد، سرچشمه الهام شد آن حسن و جمال، با این سخنم شاد شد و ممنون شد، چون قدر نهانیش بکرد این دم در، از عشق تمامی ناکسان بیرون شد، از عشق تمامی ناکسان بیرون شد، چون قدر نهانیش بکرد این دم در، از عشق تمامی ناکسان بیرون شد، از عشق تمامی ناکسان بیرون شد. این دل زی نگاهی گل بدن افسون شد. برنامه را ادامه میدیم. دوستانی عزیز، جانبی برای ما ترانه پیشنهاد کردن، خط کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت بانو میرزا تونزاده هستم. شما چگونه با بخش فرهنگ عموما به انسمبل ترانه و رقص پیوستید؟ بعد از ختم دانشکده کدام سال ختم کردید؟ سال 2016 بعد از ختم با بخش فرهنگ ناحیه خراسان با کار دعوت شدیم، تا این جانب کار و فعالیت کرده شدیم. خب در دانشکده شما در کدام شعبه تحصیل کردید؟ در شعبه سرآینده خلقی. سرودهای خلقی اجرا میکنید. خب چرا بیشتر مثلا آواز خود را من با هنرمندی مردمی تاجیکستان افضلشاه شادیف مانند میکنید و بیشتر سرودهایشان را اجرا میکنید؟ از خردی سرودهای استاد افضلشاه شادیف را گوش میکنم و با هم مکتب همون کس با همون رویه سرود میخوانید. خب سرودی که اجرا کردید این آهنگی کی بود؟ این آهنگ از استاد افضلشاه شادیف است و
شعر از نیهانی و ما با همراهی انسامبل کار کردیم و به این برنامه این ترانه پیشکش کردیم. ترانه‌های خودتون را دارید؟ ترانه‌ای که مال خودتان است؟ بله هست. چی نام داره ترانه؟ برای جشن استقلال تاجیکستان آهنگ‌ها را کی ایجاد میکنه برای شما؟ استادا هستن در هم بخش فرهنگ، با همونو کار میکنیم. در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده؟ بله اشتراک کردیم. در کدام سال؟ طول 3 سال است من در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک میکنم. خب تا کدام مرحله ها راه یافتید؟ دور جمهوری دور جمهوری. خب امسال هم اشتراک میکنید؟ انشالله اشتراک میکنیم. تلاش میکنید. تلاش میکنیم. خب چی تجربه داد اشتراک در آزمون برای پیشرفت هنر شما، برای رشد شما چی تاثیر گذاشت؟ تاثیر بسیار خوب دارد. ما جوانان با بیشتر کار میکنیم. تمرین میکنید، کارتون بیشتر میشه، مسئولیت بیشتر میشه. من روزی باز یک سود در وصف تاجیکستان خورشید حضرتقلو پیشکشی تماشا می‌کنم. اینم اعضای محفل‌ها و کارمندان این بخش فرهنگ است. بله. خب برام تاجیکستان ملکی آزادم، کشوری پرفیض و آبادم. تاجیکستان ملکی آزادم، کشوری پرفیض و آبادم. جشن استقبال داری تو، من ز استقبال تو شادم. جشن استقبال داری تو، من ز استقبال تو شادم. صبحی فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. صبحی فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. با سرود و با نشانی تو، مردمت فیروز و دوران است. با سرود و با نشانی تو، مردمت فیروز و دوران است. عید آزادی مبارک باد، فیض و آبادی مبارک باد. عید آزادی مبارک باد، فیض و آبادی مبارک باد. صبحی فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. صبحی فردایت درخشان است، پرچمی بختت پرافشان است. تاجیکستان ملکی آزادم، کشوری پرفیض و آبادم. تاجیکستان ملکی آزادم، کشوری پرفیض و آبادم. جشن استقبال داری تو، من ز استقبال تو شادم.
جشن استقبال داری تو منز استقبال تو شدم منز استقبال تو شدم منز استقبال تو شدم دوستان عزیز ادامه میدهیم برنامه فضا رو. یادآور میشیم که هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه خراسان انسمبل ترانه و رقص به برنامه امروز تشریف آوردند و خاصه جوانان در انسمبل ترانه و رقص فعال هستند. حالا خورشید برای ما یک ترانه پیشنهاد کرد. شما چگونه به انسمبل پیوستید؟ саломи худро ба кулли бинандагони телевизори сафина мерасонам. ман худ дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. падари ман низ санъаткор буд. аз синфи 7 мехондам дар маҳфили ҳамин ноҳияи хуросон ки тӯли 12 сол мешавад ки дар ҳамин маҳфил кор ва фаъолият мекунам. 12 سال شد. و کجا ختم کردید؟ баъд аз синфи 9 ба коллеҷи аҳмад бобоқулов дохил шуда 4 соли онро бо баҳои хуб низ таҳсил намудам. بعد راحت گرفتید به ناحیه خراسان. бале. برنامه‌هایتان چگونه است؟ نقشه‌هایتان در آینده چی است؟ میخوایم که مثلا در آینده چاره‌بینی که در پیش ایستاده است با یک جایگی با انسان ترانه و رقص غازی ملک برنامه‌های خوب جالب دقت تیار نموده با مردم خراسان پیشکش نماییم. بله تشکر زیاد. خسته نباشید. خوش آمدید به برنامه امروز فضا. در انتها چی پیشنهاد می‌شود؟ در آخر باز یک سرود خود شما اجرا میکنید. من اجرا میکنم. تشکر. همینجا به انتهای برنامه رسیدیم. دوستان عزیز و ارجمند، روزگار خوش به شما تمنا داریم. یادآور میشیم که هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه خراسان از انسمبل ترانه و رقص به برنامه تشریف آوردند و شما شاهد اجرای ترانه‌های زیبا کردید و در انتها باز یک ترانه میشود. مرحمت. شب‌های مهتابی یاد زیب خوابی عشق و جوانی رام ای دل کجا یابی شب‌های مهتابی یاد زیب خوابی عشق و جوانی رام ای دل کجا یابی شب‌های مهتابی چشمی تری سبزم میزد به چشمی ما هر دم ز شوقی هم تصفید بزمی ما چشمی تری سبزم میزد به چشمی ما هر دم ز شوقی هم تصفید بزمی ما شبهای مهتابی یاد زیب خوابی عشق و جوانی را ای دل کجا یابی شبهای مهتابی یاد زیب خوابی عشق و جوانی را ای دل کجا یابی شبهای مهتابی رفته بهاری ما ای دل چه میکابی از نو نمی آید شبهای مهتابی رفته بهاری ما ای دل چه میکابی از نو نمی آید شبهای مهتابی شبهای مهتابی یاد زیب خوابی عشق و جوانی را ای دل کجا یابی شبهای مهتابی یاد زیب خوابی عشق و جوانی را ای دل کجا یابی
عشق و جوانی را ای دل کجا یابی شبهای مهتابی